بیت عظما شنیدم صدای عنوانهای خبرها از توی اتاقی میاد. شورش در 31 استان، 187 شهر، استعفای عادل عبدالمهدی در عراق، سقوط دولت لبنان. رفتم دیدم چیه، رادیو روشن مونده، دیدم سربونی مقام عظما داره رو کلش کار میکنه. گفتم خب سربونی تو بکن، این خبرهای تلخو چرا یادآوری میکنی؟ گفت آقا هر کدومشه که میگم موهاش سیخ میشه، بهتر میتونم اصلاح کنم. آره دکتر، شما گفتین برنامه رو خودتون شروع میکنین. فکر کردم با یه خبر خوب شروع میکنین ولی زدین روی هرچی بسیجی رو داغون کردین شما. چیه، حتما باید چاخان کنم برات تا آروم بگیری؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن یارو را بقالی، گفت آقا یه قالب کره بده. بقاله گفت نداریم. یارو خیلی پکر شد، موقع رفتن زیر روی و خودش گفت مهمون دارم خیلی ناجور میشه. بقاله دلش سوخت، صداش کرد گفت بشین برا درست کنم. اینا با تعجب نشست ببینه چه کار میخواد بکنه. بقاله تون تون روغن نباتی و ماست و قاطی کرد، یه کمی هم زردچوبه زد دیخ روش، همینجوری به هم زد تا یه دست شد. بعد قالبش گفت بفرما اینم کره که میخواستی. تارگو ناکس روز روشن تقلب میکنی، این کره که تقلبیه. بقاله گفت ناکس تو خودت ظرفیت نداری با رو راست باشم، فکر کردی کره قبلی ها چطوری بود؟ روشن شد یا برفستمت کره درست کنی با زرچوب و دکتر رو راست باشین بهتره، وگرنه میشه مثل حاجی روحانی که گفت اغتشاشگرا انگشت شمار بودن، حالا دارن میگن فقط 650 تا لیدر دستگیر کردیم. خدا میدونه با اونایی که دستگیر نشدن چند تا میشن. منم رو راست میرم سراغ عراق که از روی بحث ایران پریده باشم. یه نامه داریم از هوش، یه نامه از هوش داریم. هوش حسین شاید مداری نوشته معترضین تو عراق و لبنان عددی نیستن که بخوان نخست وزیر عوض کنن. آی دکتر مگه خبرها به این هوش نمیرسه که تو هر دو تا کشور نخست وزیر عوض شده سقوط کرده؟ خبراش میرسه، شعورش نمیرسه. حالا که بحث عراق شد، آتش زدن کنسولگری نظام تو نجف برای بار دوم تقصیر اون مسجدی مشنگه. گذاشتن سفیر که حواسش به همین چیزا باشه. مسجدی بنا نسبت آخه سگ کی باشه؟ با مسجدی و پدرجد مسجدی که حل نمیشه که. مشنگ میخوای بگی باید قاسم سلیمانی بگی که همینطوری راست شکمشو گرفت عین چی سرشو انداخت پایین رفت عراق، اونام دوباره آتیش زدن. آیا دکتر این دفعه منظورتون از عین چی فهمیدم؟ حالا که فهمیدی بگو فرق گاو با گوسفند چیه؟ خب معلومه گاو گنده تره. نه خیر، گاو وقتی میخواد از جاده رد بشه یه نگاه میندازه اینور یه نگاه میندازه اونور آروم رد میشه، اما گوسفند عین گاو سرش میریزه پایین رد میشه. دکتر من که گیج شدم. ببین اون قاسم سلیمانی که اونقدر لنگ کفش خود تو کلش چقدر گیج شده که پاشد رفت انتقام آتیش زدن بار اول کنسولگری رو بگیره. مشنگ که بخواد زرنگی بکنه رو سرش خراب میشه، دفعه دوم بدتر میخوره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن دسته مشنگا با دسته زبلا دعوا میکردن، دو طرف رفته بودن تو سنگر واسه هم سنگ میپروندن، اما خب چون تو سنگر بودن به کسی نمیخورد. یکی از دسته زبلا داد زد قلومی کیه؟ تو دسته مشنگایی که بلند شد گفت من. تا بلند شد همه سنگو زدن بهش. مشنگا اومدن تلافی بکنن، گفتن قزنفر کیه؟ از زبلا کسی بلند نشد. چند دقیقه بعد زبلا داد زدن کی با قزنفر کار داشت؟ مشنگا همه بلند شدن گفتن ما، اونام با سنگ همشونو زدن. روشن شد یا بفرستمت که تو سنگرم سنگ بخوری. ولی از مشنگیش که بگذاریم الان باید عادل عبدالمهدی و مالکی اینا با دمشون گردو بشکنن که قاسم سلیمانی رو فرستادن اونجا براشون که قیامو بخوابونه. اگه قیام با چنگ و دندون نشون دادن این میخوابید که عضوا همینجا ور دل خودش نگهش میداشت دیگه، فایدهش به خود صاحبش نرسیده، بره به اونا برسه، بره اونجا چه کار کنه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که دوزه رفت خونه یه پیرزنه دید پر حناست، بوی حنا هم همه جا رو گرفته بود، دماغشو گرفت خونه رو گشت فقط حنا بود. بالاخره چشمش افتاد به یه چراغ جادو، دست کشید روش، یک قبول مرسی کن اومد بیرون، گفت سربر من هر چی میخوای بگو بهت میدم. دوزه خوشحال گفت 100 میلیون پول میخوام. قوله گفت 100 تا میمون؟ دوزه گفت نه بابا میلیون.
قوله گفت بلندتر بگو. دزده گفت میلیون. قوله گفت میگون. دزده دیگه داشت حنجرهش پاره میشد، داد میزد میلیون، 100 میلیون. پیرزنه لای حنه ها اومد بیرون، گفت بی خودی گرو تو جر نده، این قوله کره، یه عمر ازش طلا میخوام بهم حنا میده. روشن شد یا بفرستم دنبال قوله سراغ خیلی جادو. روشن میکنی. بریم سراغ موضوع بعدی. تو موضوع بنزین مقام عظما اولش گفت من چیزی سرم نمیشه، رو حرف سران سه قوه گفتم گرون کنین. سران سه قوه هم تک به تک میزنن زیرش. یکی میگه تو تلویزیون شنیدم، یکی میگه من نگفتم اجرا کنین، یکی میگه من یه چیزای کلی شنیده بودم ولی خبر نداشتم میخوان راستی گرون کنن. خلاصه این داستان کی بود بنزین رو کی گرون کرد؟ همه رو پاک گیج کرده. این علم الهدا گفته دیگه عاشقان ولایت هم مسئله دار شنایه. آره مارک پیر بشه قورباغه هم کلی میخونه براش. حیوانه عظما اینقدر پیزوری شده که گوسفند هم گازش میگیره. جرئت نمیکنه بگم بگه من خودم از اول پشت این داستان بودم. بالاخره آقای دکتر تو نظام بعضی میگن ما نبودیم، اینا تکلیفشون چیه؟ اینا که میگه ما نبودیم مشنگ‌ترن. مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن 2 تا مشنگ رفته بودن شکار شیر، یکیشون از دور شیر رو دید و نشونه گرفت و زد تیرش خطا رفت، خورد به دم شیر. شیره عصبانی دوید به سمت اینا. اینی که زده بود جنگی رفت بالا درخت، دید اون یکی پایین وایساده بیخیال، گفت بیا بالا الان میاد فکتو پیاده میکنه. مشنگ گفت من که نزدمش که بترسم، تو زدی. روشن شد یا بفرستم تو جنگل از دست شیر فرار کنه. آیه دکتر اوضاع خطرناکی شده، کاش فقط بگن ما نبودیم. پشت بندش کلی از مقام عظما تعریف و تمجید میکنن، اما در آخرش میگن کار اون بوده. اینا چه دلیلی با دارن؟ یه مثال از مرحوم عبوی بحث رو برای جا میندازم این پاشنکش. ایشون میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که معلمه به شاگردش گفت امروز به بابات زنگ میزنم میگم که دستخطت خیلی بده، مسئلات هم ها رو غلط حل میکنی. شاگرده گفت تو رو جدت نگی بهش دلش میشکنه. معلمه گفت واسه چی دلش میشکنه؟ شاگرده گفت واسه که همه تکلیفای ما رو بابام داره مینویسه دیگه. روشن شد یا بیشتر بگم تکلیفای اینا رو کدوم براشون مینویسه؟ دانشمندا به یک نتیجه منطقی رسیدن که از یه جایی به بعد دیگه بحث کردن فایده نداره، باید فوش بدی. آخه من میخوام به این مقام عظمای پیزوری بگم که این کارا چی هست میکنی؟ بنزین رو گرون میکنی میگی من نبودم، حکم بس من نبودم.